ای بانو فرمان داد که مرا لطکوب کنن از اونجا سور کنن و آنها به غضب آمدن مرا لطکوب کردند که تو برکت اینجا رو میپرونی، تو این خیلی رفتار داری. این جوان 23 ساله که نام شرطیش سروش می باشد ادعا دارد که از سوی دو همکارش شدیداً لطوکوب شده است. او اقرار می شود که همجنسگراست. به این خاطر هم می گوید از جانب همکارانش شدیداً لطوکوب شده است. جاغ تشخیص نشان میدهد که جاغ پایانی از کنج چپ، از طرف کنج چپ با بجاشوی استخوان پاره ها شکسته است. سروش دانشجوی یکی از دانشگاه‌های پایتخت است که از یک ناحیه دوردست به شهر آمده در برابر درس برای دریافت مبلغ در سرتراشخانه کار میکرد. من گفتم که این خیلی بد رفتاری با من نکنه، هم خیلی کار کردن، من زدن، هوشم رفت. از هوش رفتم، پس از چند دقیقه باز به هوش آمدم، باز لطکوب کردن. سروش 2 ماه باز با دسته حجت‌ها در بدر مقامات می‌گردد. میگوید میلیسه ها به قضیه لطوکوب او برخورد جدی ندارند و برعکس او را به بی‌آبرو کردن تهدید می‌نمایند و تحقیر و مسخره می‌کنند. بر ضد این مفتش از من می‌خواد که مرا دل کند، به خاطر که مساکش میگوید که شما نان را زدگی. سروش برای رسیدگی به قضیه لطوکوبش به دادستانی کل و دستگاه رئیس جمهور شکایت برده است. در پاسخ به نامه او از سوی دادستانی کل تاجیکستان که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است در پی شکایت این جوان در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی پایتخت پرونده جنایتی آغاز شده در تفتیش پیشکی قرار دارد. این جوان تاجیک بر این باور است که تفاوت در جنس نباید باعث برخورد بیرحمانه جامعه نسبت آنهای مثل او شود. وی نقل میکند که هنوز زمان خردسالی از جانب یک جوانی همسایه تجاوز شده و این حادثه هم بعداً زندگی او را به کلی تغییر داد. بعد از این کار من با فکرم دیگر شد و علاقم دیگر شد و همین کار. پس از این کار مثلا با همجنسگرایی تبدیل شدم. سروش میگوید خوب میداند که همجنسگرایی در جامعه تاجیکستان یک موضوع تابو و خطرناک است. او میگوید با درک اینکه در جامعه تاجیکستان افراد مثل او را اصلا قبول ندارند و با خطر روبرو هستند، بارها تلاش خودکشی کرده است. خانواده سروش درباره این حالت او خبر ندارند و او هم نمیخواهد در این باره به کسی از اطرافیانش لب گشاید. هرچند میگوید بعضا از آن پشیمان میشود که نتوانست زمان خردسالی از حادثه تجاوز به ناموسش به کسی از پیوندان خبر دهد. در عکس حال به اندیشه او شاید حالا زندگیش رنگی دیگر می داشت. همجنسگرایان در تاجیکستان زندگی پوشیده دارند. اکثرا مثل سروش اطرافیان و نزدیکان از میل همجنسگرایی آنها آگاهی ندارند و خود آنها نیز طرفدار آن نیستند که سیرشان فاش شده انگشت‌نمای خاص و عام گردند. با گفته سازمان‌های مدافع از حقوق همجنسگرایان همین عامل باعث شده است که همجنسگرایان مورد شانتاژ قرار بگیرند. هنوز سال 2013 3 میلیسه تاجیک به گمان شانتاژ یا طلب پول در عوض خاموشی از یک همجنسگرا بازداشت شدند. آمار دقیق همجنسگرایان در تاجیکستان معلوم نیست، ولی سازمان‌های حامی حقوق از آن اظهار نگرانی کردند که وزارت کارهای داخلی رویخط را ترتیب داده در آن نام 300 نفر همجنسگرا را جای داده بود.